الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. قبل از همه الله متعالی مجلس ما را هم وسیله خیر و سعادت ما بگرداند. در آیه قبلی ابراهیم علیه السلام پس از وفاداری در ابتلاعات به امامت برگزیده شد. این آیه نمود عملی آن امامت را نشان می‌دهد، به این عنوان که مرکز سازی عبادت در بیت الله، مأموریت به تطهیر و تنظیم مناسک. از جریان امامت، عمران حرم، جهت‌دهی قبله و خدمت به عبادت گزاران است. پروردگار عظیم می‌فرماید که و اذ جعلنا البیت مثابة للناس، و آنگاه که خانه کعبه را برای مردم جای بازگشت و امن قرار دادیم. و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلی، و دستور دادیم از مقام ابراهیم برای خود جایگاه نماز بگیرند. و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین، و به ابراهیم و اسماعیل سفارش کردیم که خانه ام را برای طواف کنندگان و العاکفین معتکفان و رکع سجود و نمازگزاران رکوع کننده و سجده برنده پاکیزه نگه دارم. وقتی که پروردگار میگه و اذ جعلنا البیت مثابة للناس، میدانیم که جعله به معنای قرار دادن چیزی در هیئت دیگر است، یعنی به معنای تیسیر و صاد. در نحو چون به دو مفعول میگذرد، معنای سیرنا را میده، قرار دادن چیز در هیئت دیگر. و اذ جعلنا البیت، هنگامی که ما کعبه را به شکل گردانیدیم که مرجع برای جامعه انسانی شود. در مفردات قرآن امام راغب اصفهانی میگوید که واژه جعله از نظر معانی به معنای قرار دادن است و شامل 5 کاربرد می شود. جعله به معنای شروع، مثل بدأ زیدون. معنای دوم جعله ایجاد چیز، یعنی یک مفعولی اگر بگیریم. و جعل الظلمات و النور، الله پیدا کرد تاریکی ها و نور بود. معنای سومش ایجاد چیزی از چیزی دیگر، مانند آیه و جعل لکم من الجبال اکنانا، و آفرید برای شما من الجبال از کوها اکنانا. و چهارمش تبدیل حالت، جعل لکم الارض فراشا. و پنجم جعل به معنای حکم و نسبت دادن، و یجعلون له البنات. و اذ جعلنا البیت، اینجا که ما قرار دادیم برای خانه کعبه حالتی را که مرجع شود برای جامعه انسانی. البیت مراد کعبت الله یا البیت العتیق است، و طبیعی است که به سبب شرافت به بیت الله تحلیل می شود و اضافت تشریفی است.
مثابتا ریشه ثاب یثوب و به معنای بازگشت. راغب اصفهانی میگه که الثوب الرجوع و المثابت موضع الثوب، یعنی جای بازگشت. صاحب لسان العرب میگه که المثابت المرجع و نیز گفته که الثواب به اعتبار بازگشت پاداش است. با در نظر داشت هر دو معنی که هم موضوع جای ثواب و هم جای بازگشت، هر دو معنا را میدهیم که کعبه جاذبه دائمی دارد. هر کس که یک بار بیاید میل بازگشت به او را دارد و از طرف دیگری در اونجا جای ثواب میپندارد. بنان کعبه از آغاز آفرینش تا به امروز مثابتا للناس بوده، مرجع ثواب و بازگشت برای جامعه انسانی به اصل خلقت. حسب اقوال جمعی از مفسرین از جمله ابن کثیر و امام قرطبی، طبری یا کلشان نقل کردند که کعبه اولین بار به دست حضرت آدم علیه السلام ساخته شد. روایت است که آدم بعد از نزول به زمین محل کعبه را شناخت، یعنی ملائکه او را راهنمایی کردند و بر همانجا خانه برای عبادت ساخت. تجدید بنا به دست حضرت ابراهیم و اسماعیل علیه السلام صورت گرفت، ولی تطهیرش از شرک از بتها توسط حضرت خاتم مرتبت علیه السلام صورت گرفت و تا امروز قبله 2 میلیارد بیشتر مسلمان های جهان است. همچنان نشان دهنده وحدت، امنیت و بازگشت همیشگی انسان به سوی الله متعال است. و اذ جعلنا البیت مثابة للناس و امنا مصدر به معنای امنیت و ایمنی. امام راغب میگه که الامن ضد الخوف، بناهن مراد حرمت و امن شرعی حرم است، نه سقوط حدود. یعنی این جایگاه چنان جایگاه بلندی دارد که در این جایگاه بلند باید انسان کاملا در امن بوده باشد. حدود سقوط نمی کنند ولی گرفتار کسی نمی شود. یعنی به این معنا که هر کسی غلطی کند اگر وارد حرم شود حق نداره که در اوجا کسی را بگیرد و یا در اوجا جزا سرش نافذ شود، بلکه انتظار برده شود تا بیرون شود و از او بعد به طرف عدالت برده شود. واتخذوا، و ما گفتیم که واتخذوا دو قرائت مشهور دارد، یکی به معنای امر که به کسره خام اتخذوا بگیرید و خبر به فتحه خا واتخذوا. اتخذوا یعنی پیروان ابراهیم گرفتند. جمهور قرا و قرائت امری و سبب تشریع نماز پشت امام را میرساند. یعنی اردو قرائت درست است، ولی اگر به معنای امر بگیریم و سبب تشریع نماز در مقام ابراهیم می شود. مقام ابراهیم در لغت موضوع قدم، یعنی اسم مکان از قامه. مراد صحیح سنگ معروفی است که نقش قدم ابراهیم علیه السلام در اوست. هنگام بنای کعبه بر آن ایستاده می شد. قول جابر، ابن عباس، قتاده و حدیث صحیح هم در این باب وجود دارد. واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. صلا به معنای جای نماز یا موضوع خواندن رکعتین طواف. برخی مدعا به این تعبیر میکنن که جایی که دعا در او کرده می شود، جای دعا کردن. این امام مجاهد میگه، اما مشهور همان محل نمازی است. و ما وقتی که در کعبه طواف میکنیم میبینیم یک جایی هست به نام مقام ابراهیم و واضح هست، انشالله همگی مشناسد. و عهدنا، عهد به معنای امرنا اوحینا، العهد الالتزام المؤکد می آید. عهدنا الی یعنی دستور مؤکد داد و عهدنا دستور مؤکد دادیم به ابراهیم و اسماعیل
ان طهر بیتی. طهر باب تفعیل پاکیزه ساختن پی در پی و مؤکد است، یعنی خطاب تثنیه به ابراهیم و اسماعیل می شود. بنان ما دستور داریم که خانه کعبه را پاک نگه دارن. از چی پاکش نگه دارن؟ از اوثان، حسب تعبیر امام مجاهد و امام زهری. از آفات و ریب از کفار. از آفات نگاهش بکنن، یعنی پاکی ظاهریش در نظر بگیرن، و از تجاوز کفار نگاهش بکنن، و نیز تطهیر ظاهری و باطنی هم تعبیر می شود ان طهر بیتی، نیت خود را درست بکنند. بنان می شود که همه اقوال را در این جمع کنیم. ما دستور دادیم به حضرت ابراهیم و اسماعیل که کعبه را پاک نگه دارند از شرک و خرافات و آفات و تجاوز دیگران، و در پهلویش نیت خود را هم پاک نگه دارند. بیتی اضافه تشریفی است که درس خانه من برای تعظیم و تعلق خاص است. للطائفین، طاف چرخیدن، طائفون اهل طواف، و تقدیم طائفین بر العاکفین اشاره به نخستین شعیره در بیت الله است. عاکفین عکوف لزوم و ملازمت را میرسند. امام راغب میگه که العکوف الاقبال علی الشیء مع اللزوم، و در اصطلاح در حقیقت مجاور یا معتکف در مسجد حرام که خود را مقیم میداند برای عبادت. الرکع السجود، رکوع جمع راکع، سجود جمع ساجد، اینا مصدر مرادش جمع است. ذکر رکوع و سجود برای نمایاندن نماز و شریفترین هیئت است و در حقیقت کنایه از کل نماز است. امام طبری میگه که مثابتا مرجع همیشگی است، و اذ جعلنا البیت مثابتا، و اتخذوا امر به نماز نزد مقام ابراهیم است، و طهرا میگه از اصنام. امام قرطبی میگه که بحث امن حرم از واجبات است که به هیچ وجه نباید کوچک گرفته شود. بنابراین این یک بحث بسیار بزرگ است که از نظر فقهی وقتی که امن حرم شد، پس کسی که جرم کرد و وارد شد وارد حرم، کسی گرفتاری از او را و تهدید از او را و ضرر رساندن به او را ندارد مگر که بیرون شد. بحث بسیار بزرگ را علما ان طهر بیتی دارن. یکی از جمله است که وقتی که خانه کعبه را پاک نگه داره، هیچ کاری در او نکنه، یعنی به این معنا که داخل خانه حتی برای نماز خواندن هم نیست. و امام مالک به این خاطر میگه که کسی داخل حرم نماز خون، داخل خود کعبه، نمازش باطل است، باید از سر اعاده، و جمهور علما اجازه میده. ابن کثیر میگه که تثبیت مقام ابراهیم به عنوان موضوع رکعتین و امر تطهیر برای طائفین و عاکفین و رکع سجود برای همه است، و تاکید بر اضافه این بیتیه برای تشریف و عظمت از این خانه است. میبینیم که نماز نزد مقام ابراهیم سنت مؤکد است که بعد از طواف که خلاص می شود، یک حاجی و یک طائف می رود 2 رکعت نماز را پیش مقام ابراهیم می خوان، در صورتی که فرصت باشد، و با ازدحام امروز در هر جای حرم بخوانیم درست است. و حدیث جابر که در صحیح مسلم می آید، قل یا ایها الکافرون را در 1 رکعت و قل هو الله احد را در رکعت دوم باید. و خواندن نماز در داخل کعبه، امام شافعی، ابو حنیفه جواز فرض و نفل با استقبال به دیوال جواز میده، و امام مالک میگه که نفل صحیح هست، فرض را باید اثر اعاده کنیم. ببینیم که ان طهر بیت للطائفین والعاکفین والرکع السجود، در حرم کدام عمل زیاد ثواب داره؟
نماز خواندن و یا طواف. امام مالک میگه که برای اهل مکه نماز خواندن در حرم بهترتر است، زیرا نه همیشه طواف کرده میتونن. و برای کسایی که از خارج میآیند بر اونها طواف افضل است، زیرا طواف در بیرون از حرم دیگه جا جواز نیست. بنابراین می شود که این تعبیر را عام بگیریم. هر کسی که وارد حرم میشه هر قدر فرصت داشته باشه طواف را بیشتر، و کسایی که در حرم زندگی میکنن نماز را بیشتر. ولی جمهور علما به اطلاقات یعنی فضیلت سجود و صلات تمایل بیشتر دارن. این آیه مبارکه برای ما شما چند پیام میده. یکی که مکه مکرمه مثابتا رجوع دل هاست، می آموزد که ایمان بازگشت مکرر و مرکز توحید است. هم در سفر هم در سلوک باید مرجعیت داشته باشه. و توحید جمع طهارت یعنی تطهیر بیت، جمع پاکیزگی ظاهر که نظافت نظم شعائر است، و طهارت باطن که همان اخلاص و دوری از شرک است. هر دو مراد می شود. ان طهر بیتی، خانه را باید پاک نگاه داری. این سینه صندوقچه از نظر ظاهری هم باید پاک باشد، از نظر باطنی هم باید پاک باشد. و سوم نظام عبادت، تقدیم طواف، سپس عکوف و نماز، این طرحی از برنامه عبادی متوازن. حرکت طواف، بعد اقامه عکوف، بعد خضوع در نماز و در عبادت. چهارم امن حرم، جامعه ایمانی باید حرمهای امن بسازد که ظلم و خشونت در آن راه نیابد، بی آنکه حدود شریعت تعطیل شود. از این خاطر است که ما از کل دنیا وقتی که وارد حرم میشیم، و حرم خود تنها مسجد حرام نیست، کل همی سرزمین شهر مکه حرم است. هیچ کس حق ندارد که در اوج اذیت کسی را برساند، حدود را بشکناند، تخریب بکند و حتی یک گل و یک برگ را. و وقتی که احرام داشته باشی خود تا به حد پیش بری که حتی نمیتونی و مرچه و حتی به پشه‌ای که به جانت میشه او را به قتل برسد. و در حقیقت ما این نشان میده که انسان در زندگیش به همت یک جای آرام و زیبایی نیاز دارد که بتواند مراجعه بکنه به اعمال. و این آیه برای ما اقتدای عملی به ابراهیم علیه السلام را نشان داد. و اتخذوا بگیرید این مقام ابراهیم مصلی، یعنی نماز ما باید کنار یاد مجاهدت ابراهیمی باشد. وقتی که ما نماز میخوانیم جهاد و تلاش و هجرت و مبارزی که ابراهیم کرد او را در درون نماز بگذارم. نماز خواندن تنها یک رکوع و سجده نیست. واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی، شما از مقام ابراهیم جای نماز را بگیرید و ارزش نماز و اهمیت نماز را در سیره مبارکه از او دریافت کنید. آیه اشاره کوتاه به بلاغت هم دارد. عطف مثابتا و امنا پس از جعلنا محور جاذبه رجوع و ضامن بقای امن را توامان میاد. جایی که امن نباشد رجوع نمیاد، و جایی که رجوع نباشد مثابتا نیست. بنان ترتیب الطائفین العاکفین الرکع السجود از حرکت به سکون و از ظاهر به باطن تصویر از سلوک در شعائر را نشان می‌دهد. بنابراین ما اگر خواسته باشیم که این پیام های الهی را دقیق درک بکنیم باید بیشترتر در تاریخ مکه مکرمه بیاندیشیم و چگونگی عظمت از این جای و مقام بالا را دریابیم. بنابراین ما دستور دادیم به ابراهیم و اسماعیل ان طهر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. این کار خود کرد. ابراهیم علیه السلام بنا هم ساخت. الله حال برش میگه که خب این کار خود شد، چی کاری باید باشد؟ حال ابراهیم میگه که و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا
وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. می‌بینید که در آیه قبل مقام امامت به ابراهیم علیه السلام داده شد و جعلناک للناس اماما. در آیه 25 مأموریت مرکز سازی عبادت، یعنی کعبه مثابتا و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا و تطهیر، این کلش تثبیت شد. در این آیت دعای راهبردی ابراهیم برای امنیت و معیشت حرم را می آورد. نخست امنیت سیاسی، اجتماعی، سپس رزق و رونق اقتصادی، و این همان دو ستون بقای جامعه توحیدی است. یعنی امنیت سیاسی، امنیت اجتماعی، سپس زمینه سازی رونق اقتصادی. وقتی که ایچ جور شد، طبیعتاً بعد از اون مفاهیم عبادتی و روحانی مطرح میشه. یعنی در جامعه فقیر، در جامعه افتیده، اگر شما بخواین ارزش‌های توحیدی را و ارزش‌های انسانی را تبلور ببخشین، بسیار مشکل خواهد میشه. زیرا مردم نمیتونند یک جامعه را بپذیرند که در اینجا لقمنان. و اذ قال ابراهیم، وقتی گفت حضرت ابراهیم، از ظرف زمان ماضی در تقدیر اذکر و یاد آورد. حالا نقل گفتار مخلصانه و تعلیمی ابراهیم علیه السلام است. چی گفت؟ رب اجعل. اجعل از جعله به معنی تیسیر، گذرا و دو مفعول، هذا و دوم بلدا آمنا، این مفعول دومش میشه. لحن دعا و تضرع و تفویض دلالت دارد. عبد میخواهد و الله میسازد. رب اجعل هذا بلدا، هذا اشاره به وادی خشک مکه است. بلدا نکره، نکته بلاغی در اینجا هنوز مکه شهریت تمام نشده، یعنی یک شهر تمام و زیبا نشده، لذا نکره میاره. اما در سوره ابراهیم در اونجا ما میبینیم که الله می اجعل هذا البلد آمنا، الف لام تعریف را میاره، یعنی پس از استقرار دعا به تثبیت امنیت است. نکره در اینجا طلب اصل تأسیس را میرساند. امنن مصدر امنیت وصف ماهیت حرم، اینجا آمنن اسم فاعل وصف خود شهر است، یعنی شهر دارای امنیت پایدار. امام راغب الامن ضد الخوف، امنیت رفع خوف و تهدید است، اهم از جانی، مالی و دینی. ورزق، رزق آنچه به بنده میرسد و او را کفایت میکند، اهم از مادی و معنوی. امر دعایی طلب تأمین معاش پس از امن و تقدیم امن بر رزق نظم طبیعی جامعه را در حقیقت می نماید. اهله، اهل بلد شامل مقیمان، اضافه به ضمیر بلد ملکیت سکونتی را می رسند. من الثمرات جمع ثمره میوه ها و فراورده های ارزاق. من آمنه، من میتونه بیانیه باشد، بیان جنس رزق، یا تبعیضیه بهره از ثمرات اطراف. من هم تبعیض از اهل است. قال و من کفر فامتعه قلیلا، پروردگار جواب میداد که رزق دنیوی عام است، حتی کافر متاع میبینند، اما قلیلا، کمیت و مدت هر دو اندک است. فامتعه از ماده متاع به معنای بهرهگیری زودگذر. ثم اضطره، اضطر اصلش باب افعال اضطرر، تا افتعال در ذات ادغام شده. اضطر و صیغه مضارع متکلم وحده، اضطره او را ناگزیر میکنه، میکشانه. ثم اضطره و ثم مفید تراخی مهلت دنیا، سپس ناگزیری آخرت است. ثم اضطره الى عذاب النار، آیت ناگزیری برای کفر مخیر. و بئس المصیر، انشای زم بدترین بازگشتگاه برای انسانهای متکبر. میبینیم که در ترتیب مقاصد
اجتماعی و مدنی در این آیت دیده می شود. امام طبری میگه که ابراهیم علیه السلام نخست از الله خواست که مکه را بلدن آمنن قرار دهند، سپس مسئله رزق و ثمرات را مطرح کرد و این دلالت دارد که امنیت زیربنای معیشت و اجتماع است. ابن کثیر میگوید که امنیت مقدم است بر رزق، زیرا جامعه بدون امنیت دوام نمی آورد هرچند دارای نعمتهای فراوان باشد. امام قرطبی میگه که تقدیم امنیت بر رزق نشان میدهد که شریعت برای قوام دین و دنیا اولا امن را شرط میداند، سپس توسعه نعمت. و دلالت نکره در بلدن، ابن عطیه میگه که در این آیه بلدن به نکره آمده، زیرا ابراهیم در آن زمان هنوز از الله اصل تأسیس شهر را میخواست. اما سوره ابراهیم آیه 35 البلد با معرفه آمده، چون در آن هنگام شهر به وجود آمده بود و دعای ابراهیم بر تثبیت امنیت آن بود. امام زمخشری میگه که نکره دلالت بر طلب ابتدایی دارد و معرفه دلالت بر دوام و استمرار. رزق دو نوعان و رزق خاص. ابراهیم علیه السلام در دعا رزق را قید کرد با آمن من آمن منهم بالله و الیوم الاخر، یعنی خاص رزق و مخصوص مؤمنان باشد. جواب الهی آمد که و من کفر فامتعه قلیلا، نه، رزق عام میتون به کافر و مسلمان، به خوب و بد، ولی نتیجه آخری باز برای مؤمنان است. در زبان عربی الفاظ دارای دلالات گوناگون، دلالت حقیقی، دلالت مجازی، دلالت شرعی، دلالت عرفی. بنابراین یک باشد سیاق متن و موقعیت معنای مشخص دارد، بر سیاق دیگری معنای متفاوت را پیدا می‌کند. بنابراین واژه واحد همیشه همان یک معنا را حمل نمی‌کند، بلکه بر حسب سیاق تغییر پیدا می‌کند. با این حال همه این دلالت ها به نوعی با معنای اصلی و ریشه‌ای آن واژه پیوند دارد. یکی از این واژه ها که چنین وضعیت دارد واژه الرزق است. این واژه در قرآن کریم معانی مختلف به خود گرفته، بسته به اینکه در چه سیاقی آمده. اکنون نخست می‌بینیم که تعریف لغوی رزق چیست. معاجم اللغت یک کمک در معاجم اللغت میگوید که الرزق و کسره را در اصل به معنای عطای موقت است، سپس در مورد عطای غیر موقت هم به کار رفته است. نام آن الرزق است و جمع آن ارزاق. میگه که ارتزق الجند، یعنی سربازان ارزاق خود را گرفت. امام اظهری میگه که رزق الله الخلق رزقا درست است و اصل مصدر رزقه به فتحه را است و اسم الرزق به جای مصدر هم به کار می رود. رزق همان عطای الهی است. رزقه الله رزقا، گاهی به معنای عطای همیشگی، گاهی به معنای نصیب و سهم و گاه به معنای آنچه وارد بدن می شود موجب تغذیه است می آید. بنابراین میگن که سلطان به لشکر خود رزق داد، یا رزقت علما، به او علم عطا شد، به من علم عطا شد. و رازق کسی است که روزی میدهد یا سبب روزی رسانی میشه. الرزاق باز به الف لام فقط به الله متعال استعمال میشه. در قرآن کریم رزق و این واژه و کلمه 123 بار آمده. در 61 مورد به صورت فعل مثل و کولوا مما رزقکم الله حلالا طیبا. در 62 مورد به صورت اسم کولوا واشربوا من رزق الله و معانی مختلف را میده. مفسران گفتن که این واژه به چند معنا میاد. رزق به معنای عطا و مما رزقناهم ينفقون، در سوره بقره خواندیم از آنچه به آنها عطا کردیم انفاق میکنند. یا انفقوا مما رزقناکم، خرج کنید آنچه که ما شما را روزی دادیم. رزق به معنای مطلق طعام، کولوا من رزق الله، یا کل ما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، به معنای طعام است. و سوم رزق به معنای باران، و فی السماء رزقکم و ما توعدون،
ابن عاشور میگه که اینجا رزق و معنای باران است به صورت مجاز مرسل، چون باران سبب همه ارزاق است. و ما انزل الله من السماء من رزق، امام تبری گفته است یعنی باران. رزق به معنای نفقه هم میاد. و علی المولود له رزقهن و کسوتهن، یعنی خرج و نفقه مادران بر پدر فرزند است. و ارزقوهم فیها و کسوهم، ابن عباس میگه که خرجشان را بدهد. پنجم معنای رزق ثواب. و الاحیان عند ربهم یرزقون، یعنی شهیدان نزد پروردگارشان ثواب داده میشن، نه که نان بخورن. یرزقون فیها بغیر حساب، ابن کثیر یعنی ثواب بی پایان و بدون حصر. رزق و معنای بهشت و جنت. و رزق ربک خیر و ابقا، یعنی بهشت پروردگار. و نیز اعتدنا لهم رزقا کریم. رزق و معنای شکر. و تجعلون رزقکم انکم تکذبون، یعنی شکر رزق خدا را تکذیب میکنید. و اینجا و تجعلون رزقکم، نتیجه این نعمتی که داده شد امیست که شما شکر نعمت الله را ناوردید و آن را تکذیب کردید. رزق به معنای میوه. وجد عندها رزقا، مراد فاکهه است که نزد حضرت بیبی مریم علیه السلام. با تأمل در همه این معانی روشن می شود که هرچند لفظ رزق در قرآن معانی متنوعی دارد، اما همه آنها به اصل لغوی که همان عطا و بخشش است برمیگردد. گاهی این عطا مادی است، طعام، باران، میوه. گاهی معنوی است، علم و ثواب و شکر و بهشت. و همه استعمالات قرآنی شامل رزق می شود. مفسران تصریح کردند که رزق حقیقی تنها از سوی الله است، حتی اگر بر رزق انسان هم برسد. و دقت در سیاق نشان میده که رزق هم بعد دنیوی دارد و هم بعد اخروی، و قرآن میان این دو تفکیک قائل شده است. امام طبری میگه که الله متعال بیان کرد که رزق دنیا عام است، مؤمن و کافر به هر دوش داده می شود، اما رزق آخرت مخصوص مؤمنان است. ابن کثیر در آیه نزد کلا نمد هؤلاء و هؤلاء من عطاء ربک، یعنی نعمت دنیا مشترک است ولی آخرت تفاوت دارد. و کلمه قلیلا برای حقارت دنیا و کوتاهی بهره کافر را می‌رساند. ابن کثیر دعای ابراهیم علیه السلام میگه مستجاب شد. مکه بلد امن گشت و ثمرات از اطراف به آن آورده شد، چنانکه اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبی الیه ثمرات کل شیء. و امام طبری میگه که مصداق رزق همان ورود کالاها و ثمرات از شام و یمن و سایر بلاد است که به طرف مکه مکرمه سرازیر میشه. سنت الهی مهلت و استدراج. و امتع قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار، بیانگری است که الله متعال کافر را اندک مهلت میدهد و بهره میدهد، اما سرانجام به آتش ناگزیر وارد میشه و این مهلت را استدراج میگویند، نه کرامت. ابن کثیر که قلیلا هم در زمان و هم در مقدار دلالت بر کوتاهی و حقارت در حقیقت دلیل میشه. امام طبری میگه که جمله تاکید بر بطلان حجت کفار است. این آیت در حقیقت تقدم امن بر اقتصاد، بنای جامعه صالح با امنیت فراگیر آغاز می شود. نعمت عام و خاص، رزق دنیوی عام است و نشانه فضل اخروی نیست، معیار ایمان و تقوا است. وظیفه نگهبانی حرم این به ما میگه که طهر بیتیه، که پاکیزگی عقیدتی شرط امنیت حقیقی است. و سیاست شرعی هم امیر میدهد که دولت اسلامی موظف به تامین امنیت شهری و رونق معیشت، اما کرامت اخروی مشروط به ایمان است، نه به توسعه مادی. و امن حرم این در حقیقت قضیه بسیار مهم است که در خود تدبر است. امن علم یروا انا جعلنا حرما آمنا یا فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. و رزق عام و مهلت من کان یرید العاجل عجلنا له فیها ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا. و در اخیر میبینی که دعای ابراهیم علیه السلام نقشه راه جامعه مؤمن است.
او چی نقش است؟ اول امنیت همه جانبه، دوم رونق مشروع معاش، سوم تفکیک ارزش دنیا و آخرت و به این تعبیر که رفاه بی ایمان امتحان است نه امتیاز. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.